ببین حرف من اینجاست. آیا باشگاه استقلال دارایی دیگری نداره؟ داره. اداره کل ورزش و جوانان استان تهران متعلق به باشگاه استقلاله. باشگاه تنیس استقلال متعلق به باشگاه استقلاله. ورزشگاه نازی آباد استقلال جنوب معروفه، متعلق به باشگاه استقلاله. کلوپ ورزشی استقلال تو ترکیه استانبول داشته، متعلق به این باشگاهه. این همه زمین، این همه امکانات مال این باشگاهه. اگه میخواین این تیم ها موفق بشن باید داراییشون رو هم بهشون بدید. در واقع یا آدمی بوده کلشلوار داشته، عصا داشته، کلاه داشته، باشگاه تاج 21 رشته فعال بوده، 16 رشته قهرمان بوده. در تمام 61 شعبه داشته، 3 شعبهش خارج از کشور بوده. یا باشگاه بی‌عزم بعد از اینتر میلان دومین باشگاه دنیا بوده. میگن من باشگاه ورزشی تاج دیدم و به نظر من باشگاه ورزشی تاج که از بهترین باشگاهاست که میشه در ردیف بزرگترین باشگاه دنیا دونست. آقا اسم تاج رو بدیم بهشون، والا طوری نمیشه، به خدا طوری نمیشه. انبار تاج رو بدیم بهشون، اینا زمین تمرین ندارن، هی میگن